رئیست کورای داخلی دوشنبه شام 7 ینور سال 2023 از حبس باز یک بلاگر تاجیک برای نشر نوارهای تحقیرآمیز و استفاده الفاظ قبیح در اینترنت خبر داد. در اطلاعیه میلیسای پایتخت تاجیکستان گفته می شود که نوابسته از تاکیدهای همیشگی جهت استفاده مقصدناک شبکه‌های اجتماعی متاسفانه باز هم هستند نفرانی که به خاطر زیاد نمودن شماره ابونچیان خود نوارهای غیر اخلاقی و تحقیرآمیز آماده ساخته در صفحه‌های اجتماعی خود نشر می‌کنند. به این سبب می‌افزاید میلیسای دوشنبه در زمینه مراجعت‌های شهروندان مقامات میلیسا با مقصد پیشگیری و اصلاح نمودن چنین افراد در بین استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی کارهای فهماندهی را راه‌اندازی نموده ایستادند. از جمله یک قطار شهروندان به ریاست کورای داخلی شهر دوشنبه با ارسال یک نوار مراجعت نمودند که نسبت به یک نفر با نام بلاگر چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده شود. ضمن سنجش معین گردیده است که این نفر شهروند حکمتزاده حبیب‌الله عبیدالله سال تولدش 2022 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نعمت قره‌بایف می باشد. کارمندان میلیس او را دستگیر و به مقامات دسترس کردند. ضمن سنجش معین گردید که نام برده در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام صفحه‌های خود را گشوده پیوسته به پهن نمودن نوارهای تحقیرآمیز و پر از دشنام و الفاظ قبیح مشغول است. خبر می‌دهد میلیسا وابسته به حالت مذکور نسبت به حبیب‌الله حکمتزاده پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. او از جانب دادگاه نایه شومنصور به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرده شده است. میلیسا گفت که همزمان حکمتزاده جهت من بعد به چنین کردار غیر قانونی دست نزدن قطعاً آگاهانیده شد. خود حبیب‌الله حکمتزاده برای شرح این قضیه دسترس نیست. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان وقت‌های آخر نظارت را بر محتوای موادی که بلاگر و دیگر کاربران تاجیک در اینترنت می‌گذارند سخت کرده در چند هفته آخر علیه چندین بلاگر و حتی هنرمندان را برای نشر مواد بد اخلاقانه جزا دادند.